یه سازه شناور با 25 طبقه از عمق بدنه تا بالاترین نقطه برجش تقریباً 7 طبقه بیشتر از نسل قبلیشه که میتونه 90 تا جنگنده رو جابجا کنه و هر 60 ثانیه یک بار میتونه 4 تاشونو به هوا پرتاب کنه. راستش ساخت این ناو هواپیمابر بیش از 13 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته و گرونترین کشتی جنگی هست که تا حالا ساخته شده. به چنل رازستان خوش اومدید. USS جرالد آر فورد بزرگترین ناو هواپیمابر دنیاست که بیش از 100,000 تن وزن، 330 متر هم طولشه. اسمش رو از جرالد فورد 38مین رئیس جمهور آمریکا گرفتن که پیش از سیاست سالها افسر نیروی دریایی بود. از نظر اندازه این ناو 25 طبقه از کف بدنه تا بالای برج فرماندهی داره، در مقابل 18 طبقه نسل قبلی یعنی نیمتیز. همین اختلاف باعث میشه ظرفیتش هم به شکل چشمگیری بیشتر باشه تا 90 فروند جنگنده در مقابل حدود 60 فروند توی نیمتیز. بیشتر این هواپیماها توی انبار بزرگ زیر عرشه اصلی اون نگهداری میشن، جایی که تقریبا 2/3 طول ناو رو پوشش میده. عرشه پرواز خودش مساحتی معادل 4 تا زمین فوتبال آمریکایی داره، یکی از بزرگترین سازه‌های متحرکی که تا حالا ساخته شده. برای جابجایی هواپیماها بین انبار و عرشه 3 آسانسور بزرگ وجود داره. اما چیزی که این ناو رو واقعا متفاوت میکنه سیستم پرتاب هواپیماست. به جای کاتاپولت های بخاری قدیمی که 4 دهه استفاده میشدن، فورد از یه سیستم الکترومغناطیسی استفاده میکنه. راکتورهای هسته‌ای انرژی الکتریکی تولید میکنن. این انرژی موقتا ذخیره میشه و در لحظه پرتاب با دقت بالا آزاد میشه تا یه سری آهنربای خطی هواپیما رو تا سرعت حدود 240 کیلومتر شتاب بده. این روش فشار خیلی کمتری به بدنه هواپیما وارد میکنه و اجازه میده وزنهای مختلف از جنگنده‌های سنگین تا پهپادهای سبک با همون سیستم پرتاب بشن. برای فرود هم داستانش همینه تقریبا. 4 کابل فولادی روی عرشه کشیده شده که وقتی چرخهای هواپیما بهشون وصل میشه توی فاصله کمتر از 100 متر کاملا متوقفش میکنه. سیستم دفاعی این ناو هم چند لایه است. توپ‌های ضد هوایی که میتونن تهدیدهای کوچیک مثل پهپادو توی چند ثانیه از بین ببرن، موشک‌های ضد هوایی با برد حدود 50 کیلومتر و رادارهایی که همزمان صدها هدف رو ردیابی میکنن. نیروی محرکش 2 راکتور هسته‌ایه که عملاً برد نامحدودی بهش میده. این راکتورها آب رو به بخار فشار بالا تبدیل میکنن. بخار توربین‌های عظیمی رو میچرخونه و این توربین‌ها هم پروانه‌های ناو رو حرکت میدن. هم برق 8 ژنراتور رو تامین میکنه، برقی که به اندازه مصرف یه شهر 100,000 نفریه. روی این ناو تقریبا 5,000 نفر خدمه زندگی و کار میکنن، با غذاخوری، رختشویی خونه و حتی سوپرمارکت های کوچیک برای نیاز روزمره شون. با وجود همه این امکانات، عرشه پرواز همچنان یکی از خطرناکترین محیط های کاری دنیا محسوب میشه. راستش جرالد آر فورد فراتر از یک کشتی جنگیه، ترکیب از مهندسی هسته‌ای، رباتیک و طراحی شهریه که همشون توی یه سازه شناور 100,000 تنی جمع شدن. ولی خب اگه تو هم ایرانو دوست داری یه کامنت قلب بذار و چنل خودتو سابسکرایب کن.